دانشگاه سویتینای دانشگاه ناتینگهم، نیویورک ترنت ناتینگهم. پروفسور فرانکلین کولدل رهبر اکسپدیسی علمی بریتانیا هیل مسوپاتیامی 21/10/1934. پروفسور محترم، 5 لوحه گلین حاصل از خفاری‌های آخرین شما در خرابه‌های بابل به همراه نامه شما با یک کشتی رسید. به نهایت مفتونشان شدم و ساعتهای لذت بخش زیادی را صرف ترجمه طرح‌های اینها کردم. نامه شما را می‌باید زودتر پاسخ می‌دادم، ولی با ترجمه کامل لوحه‌ها صبر کردم و اکنون ترجمه‌ها نیز به این نامه پیوست هستند. لوحه‌ها بدون هیچ آسیب به دستم رسیدند. از شما به خاطر استفاده با دقت از وسیله‌های محافظتی و دسته‌بندی عالی سپاسگزارم. شما هم مانند ما وقتی که در آزمایشگاه داستان آنها را خواندیم متحیر خواهد شد. ما منتظر شنیدن حوادث و داستان‌های گذشته‌های تاریک و دور بودیم. شاید چیز مثل قصه های عربی، ولی وقتی که داستان از مشکلات فرد به نام دبسیر در پرداخت قرض‌هایش صحبت کرد متوجه شدیم که شرایط موجوده در این دنیای کهن پس از 5000 سال تفاوت چندانی نکرده است. میدانی واقعا عجیب است، ولی این نوشته های کهن طوری که شاگردان معتقدند بیشتر مرا عصبی میکنند. به عنوان یک فرد دانشگاهی انتظار می رود که من انسان متفکر و عقلگرا باشم که دانش اکثری موضوعات را داشته باشم. حالا اینجا این اشیاهای قدیمی از زرگاه‌های خرابه‌های بابل در می آیند و راه‌های را در مورد چگونگی پرداخت قرض‌ها و نیز همزمان جمع کردن سرمایه پیشنهاد می کنند که من تا به حال نشنیدم. من میگویم فکری خوبی است که ثابت کنیم این روش‌ها این روزها هم به خوبی آن روزهای بابل کار میکنند. من و خانم شروع سبری این روش‌ها را در زندگی روزمره خودمان امتحان میکنیم که بسیار هم مؤثر بودند. با آرزوی بهترین اتفاقات در لحظات ارزشمندتان و آرزوی فرصت دوباره برای کمک به شما. با عرض احترام، آلفرد شوبوسرکسی، ریاست باستان شناسی.